از این بعد همه وکیلان مدافع ادوکات‌ها پیش از شروع کار از سنجش کمیسیون مخصوصی وزارت عدلیه تاجیکستان گذشته اینچنین بعد مجوز ادوکاتی را گرفتن در طول هر 5 سال یک بار از سنجش می‌گذرند. این تغییر و علاوه‌های نو را به قانون ادوکاتورا دیروز وکیلان مجلس نمایندگان قبول کردند. بر پایه تغییرات قبول شده به قانون ادوکاتورای تاجیکستان از این بعد وکیلان مدافع نمی‌توانند در مرافعه‌ها از خویش و تبار خود حمایت بکنند. و ادوکاتی که یک دفعه داغ سودی با قرار دادگاه گرفته است دیگر حق فعالیت در این بخش را برای همیشه از دست می‌دهد. تغییرات در قانون نو اینچنین افرادی را که دو شهروندی دارد از فعالیت در نظام ادوکاتی در تاجیکستان محروم می‌کند. وزیر عدلیه رستم شامراد هنگام برآمدنش در پارلمان گفت هدف از تصویب این قانون نکشیدن لجام ادوکات‌ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنها و مقصد از این افغانی و بهتر کردن خدمت رسانی وکیلان دفاع است. جاری کردن تجربه سنجش وکیلان تنها برای بلند برداشتن سویه تخصصی آنها از این تدبیر از وکیل دفاع شدن افراد تصادفی جلوگیری می‌کند. جواب بیشتر متخصصان بالایی‌تر ساحه علامتی ادوکاتی پیشگیری نمودن حالت‌های اقتصادی بلند برداشتن مسئولیت کسبی و ترتیب بخشیدن فعالیت ادوکاتی و با این وسیله تامین رعایت مقررات کنستیتوشنی در خصوص کفالت یاری تخصصی حقوقی در تمام مرحله‌های تفتیش و مرافعه سودی میباشد. از جمله با مدت اضافه پیشنهاد شد که موافق آن اگر ادوکات قبلا در بررسی پرونده با حیث مشورتچی خالقی اشتراک کرده باشد یا با مشورتچی خالقی مثبت‌اش اشتراک داشته باشد حقوقی در پرونده مذکور به صفت ادوکات برآمد کردن را ندارد. زیرا ماده 34 کدیس مرافعه جنایتی جمهوری پاکستان مشورتچیان خالقی هنگام به عمل برآوردن عدالت سودی از تمام حقوق‌های سودگر استفاده نمی‌کنند. رئیس پالاتای پایانی پارلمان شکرجان ظهورов از نارضایتی اتحادیه ادوکات‌ها از تغییر علاوه‌ها به قانون ادوکاتورا یادآوری کرد، در حالی که وکیلان مدافع گفته بودند قانون نو ادوکاتورا آزادی آنها را محدود می‌کند. بسیاری از وکیلان مدافع در تاجیکستان از تصویب تغییر علاوه‌ها به قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی اظهار تشویش دارند. مستقلیت ادوکات‌ها در اینجا کاسته شده است. ادوکات‌ها یگون مسئله حل کردن نمیتونن در ادوکاتورا، یعنی وزارت عدلیه همه این مسائل رو به دست خود گرفته. آینده با میبینیم که ادوکات‌ها کنی چکار کردن میتونن در این مسئله. حاضر که در وارد کردن تغییرات علاوه قانون ادوکاتورا، قانون اساسی ادوکاتورا که سخن ادوکاتورا یگون کس نپرسید و گوش نکرد، در آینده با فکرم ادوکاتورا یگون سخنشون رو گوش هم نمیکنن، یگون مستقلیت هم حس کرده نمیشه. کسی که از طرف محکمات دولتی چیزی که نسبت به ادوکاتورا وارد میکنن همون قابل قبول شدن میگیرد. این با مقصد گویی که توزیع کردن قطار ادوکات‌ها و از طرف ادوکات‌ها کسبی رساندن یاری حقوقی به اهالی، همین اساس و سبب پیشنهاد کردن که همه این بهانه نباشه.